کرکس‌ها رو می‌بینید توی آسمون، تعدادشون خیلی زیاده. روستای سبنی خمیس. الان رسیدیم به روستا دوباره. تقریبا دیگه فارسی میفهم. فکر کنم تو آب افتاده غرق شده. حمید نترسیم حمید. Guys, open the way or close the road. الان توی قاریم. تو مار نباشه ما رو بزنه. دیشب یخبندون بوده اینجا. یه بازارچه قدیمی هم اینجا. دستم داره یخ میزنه. خیلی متشکرم. بریم به سمت کمپ. اسم من عرفانه و من فیلم بردار و عکاس سفر هستم و اصطلاحاً میگن travel content creator. اما اینجا کجاست و برنامه و آیتینری چیه؟ ما در عمان هستیم، کوهستان الحجر غربی به اسم جبل شمس. جبل شمس در اصل بلندترین کوهستان عمانه و بهش بلندترین نقطه کشورهای جنوب خلیج فارس هم گفته میشه. های مورنینگ. هوساک ادونچر. هوساک یک شرکت بین المللیه که توی 3 کشور عربستان، عمان و امارات سفرهای ماجراجویانه یا ادونچر تریپ برگزار میکنه و من به عنوان عکاس فیلمبردار توی این سفرها بیش از 2 ساله که باشون همراه هستم. ما توی سانرایز ریزورت در کوهستان جبل شمس هستیم و پوشش گیاهی و شبیه به پوشش گیاهی البرز مرکزی یا یه بخشایی از زاگرس هست. ما میزبان یکی از مدارس کشور کویت هستیم که تعداد دانش آموز مقطع ابتداییشون رو به اینجا فرستادن که ما براشون کمپ برگزار بکنیم. چادرهای دانش آموزا اونجا هستش. ما خودمونم توی چادر دیشب کمپ کردیم. اون نقطه‌ای که پشت اون درخت بزرگ دیده میشه جبل شمسه. اینجا چادری که من دیشب توش خوابیدم، میگم یکی از همون چادرایی که دانش آموزا توش خوابیدن. میخوام یه نگاهی توش بندازیم، یه بررسی بکنیم که چیا تو چادر داریم. ساعت 4 صبح به شدت باد شروع شد. با کفش هیچ موقع داخل چادر نیایید، پامون اینجوری نگه می‌داریم به خاطر اینکه باد شدید پیش بینی کردیم و اینکه قراره که چادرامون رو ستاپ شده رها بکنیم. پس 4 گوشه چادرمون رو سنگ میذاریم برای اینکه نمیدونیم چقدر حجم بادی که در طول روز خواهد بود. تا جایی که ممکنه محکمش میکنیم. 4 گوشه چادر، کوله پشتی تجهیزات اضافه‌مون، یه گوشه مترس، پاور بانک، بالیشم که در اصل کیسه خواب دوممه، هدلایتم. خب اینم از داخل چادر رو دوباره میبندیم سیف به خاطر اینکه چندین ساعت قراره ترکش بکنیم. بچه‌های تیم آشپزی اونجا هستن. معمولا اینجوری که صبحونه رو توی کمپ میخوریم، روزهایی که اکتیویتی داریم نهارمون رو پک میکنیم. تخم مرغ و لوبیا داشتن برای صبحونه، چیپس عمان. این خیلی چیز معروفیه توی عمان. یکی از گایدامون اونجاست. های نپان. How you doing؟ خدا حافظ. We just start. what خدا حافظ؟ میگه خدا حافظ. چه خدا حافظی؟ تازه اومدین. جواهر. این یکی از گایدامونه. You don't have to say anything in your language يعني. Just confirm it. Saying what؟ أتكلم عربي؟ ما في عربی. ما في عربی. الان تقریبا همه آماده شدن. جلوی ماشینا منتظرن. تو بک‌گراند هم حمید که گاید اصلی برنامه است داره بریفشون میکنه. Hi Mr. Hassan. Hello. How are you? How's everything? All good? Doing well. Alhamdulillah. Math teacher. ها؟ Math teacher. میگه ما معلم ریاضی ام. آره اینطوری. Have a good day. یه ماشین مورد علاقه منه. تویوتا سری 80. اینم حمیده. حمید گاید اصلی برنامه است. ماشین لیدر کانوای یا همون. خیلی متشکرم. What did you say? خیلی متشکرم. چاکرت برم. خب الان رسیدیم به لوکیشن اول که قراره آپسلینگ توش انجام بشه. دوربینی که ازش استفاده میکنم آلفا 7 4 با لنز زیگما 2470. قبلا از درون سری همین DJI مینی استفاده میکردیم، مینی 3. 1 سال و 6 ماه میشه که این درون رو داریم استفاده میکنیم. DJI مینی 4.
یکی از کارهایی که من باید طی این سفر انجام بدم اینه که با دوربین و گوشی باید ویدیو بگیرم. الان ما تو بیس کمپ جبل شمس هستیم. دوربین رو میچرخونم، شما یک شمای کلی از جبل شمس میبینید. کل این جبل شمسه و اون دره‌ای که اونجاست که حالا تو ادامه روز میریم اسمش گراند کانیون عمانه و اون نقطه‌ای که اون بالا دیده میشه قله جبل شمسه، ولی در حال حاضر اونجا رادار نیرو هوایی عمان قرار دادن و به همین خاطر کسی نمیتونه به خود قله بره. خب راجع به موضوع خیلی مهم حرف بزنم که معمولاً وقتی راجع بهش حرف نمیزنه دستشویی. به عنوان کسی که چندین سال توی طبیعت برنامه‌های مختلفی شرکت کردم، چی میتونه جذاب‌تر و زیباتر و لذت بخشتر از این باشه که با یه همچین ویویی روبرو باشید، لذت ببرید. قرار نیست شما برید مخفی بشید، خودتون از دیگران مخفی بکنید، برید جایی که ویوی خوبی داشته باشید، از اون تایمی که هستید سر فرصت استفاده بکنید و از اون ویو لذت کافی رو ببرید. نکتهش هم اینه که با خودتون وت وایپ یا دستمال مرطوب همراه داشته باشین و اون وت وایپ ها، اون دستمال کاغذی یا هر چیزی که برای تمیز کردن خودتون استفاده میکنید با خودتون حمل بکنید و به اولین سطح زباله که رسیدین داخلش بندازید و از این تایم لذت ببرید. من کسایی میشناسم که داره یک کتاب راجع به لوکیشن هایی که اونجا رفته دستشویی کرده مینویسه و هر جا که رفته فیلم گرفته و عکس گرفته و اینا رو قراره که به صورت یک آلبوم یا یک کتاب بعدا منتشر بکنه. یه مسیر آفرود 20 دقیقه‌ای رو داشتیم. الان توی روستای الخطیمیم و اینجا لوکیشن استارت هایک بالکنی واکه یا همون گراند کانیون عمان. روستای قشنگی، یه سری صنایع دستی توش هست، ولی نکته‌ای که هست هیچ موقع توی روستا سعی بکنید فیلم برداری نکنید. مردمشون یه ذره نسبت به دوربین و اینا حساسن. حالا چیزایی که اینجا برای فروش گذاشتن یه ذره غیر معموله، ولی خب حالا فیلمشو میگیرم شما ببینید. ببینید سری سنگه که سنگا سری صنایع دستیه که فکر کنم جای مثل جاسویجی میتونید ازش استفاده کنید. قیمتاشون هم که میخوام بپرسم. سلام علیکم. رفتش نیستش که. چیزای قشنگی که اکثرا با پشم بز ساختن، اومدین اینجا تا جایی که تونستین خرید بکنین که ازشون حمایت بشه. روستا یه دونه خیابون یا یک مسیر اصلی داره و حالا اخیراً یه سری کافی شاپ هم داخلش ساختن. این مسیر رو ادامه بدین، اونجا شروع هایکه. این هم گراند کانیون عمانه. میگن که سومین دره بزرگ دنیاست و همونجور که میبینید توی اون انتها ما جبل شمس رو داریم روی قله و اونجا شهر الحمراه جهت شمال اون طرفه و مسیر هایک هم اگه ببینید داره پیمایش میشه. اینجوریه که یه همچین مسیری توی امتداد دره هست تا انتها و بهش میگن بالکنی واک. کلا یه تریل و یک هایک، یعنی یه پاکوب بیشتر نداره کل مسیر و همینجوری باید در امتداد این تریل ادامه بدین و تو طول مسیر هم وزارت گردشگری عمان یه سری فلک توی مسیر قرار داده. 3 رنگ داره، زرد و سفید و قرمز. توی شرایط آب و هوایی مختلف رنگ متناسب با همون شرایط آب و هوایی داریم که یکی از رنگ‌ها برای شرایط آب و هوایی طوفانی و با دید کمه، یکیش برای روزه و سفید هم که قطعا برای شبه. فکر میکنم زرد برای آب و هوای طوفانی باشه و تو مسیر برگشتم یه سری شب رنگ گذاشتن که وقتی که هدلایت شما احیانا دیر کرده باشین و از اون تایمینگ برنامه جا مونده باشین، وقتی که شب دارین برمیگردین، وقتی که نور هدلایتتون به این شب رنگا میخوره بازتاب پیدا میکنه و خیلی راحت شما میتونید مسیریابی بکنید. مردم محلی که توی این ریستا زندگی میکنن یه سری کافی شاپ درست کردن که مردم بتونن با ویوی بهتری اینجا بشینن و از امکاناتش استفاده کنن. سلام علیکم.
کیف حال؟ All good؟ الحمدلله. نوشیدنی دارن، اومدین اینجا، خیلی مردم مهربونی هن و میگم هر دیگه نیاز نیست از شهر خرید بکنید بیاین اینجا، میتونید بیاین اینجا استفاده بکنید و لذتشو ببرید. خیلی آدمای خونگرمی هن. مع السلام. این دره کرکس‌ها رو میبینید توی آسمون، تعدادشون خیلی زیاده. یه گونه پرنده سفید هست که اینجا بهش میگن Egyptian vulture، خیلی بزرگ. ببینید یکیش الان داره میاد، خیلی نزدیکه. ناشش. این گونه خیلی توی عمان زیادن. این اطلاعاتی که دارم میگم آن سایت نیستن، یعنی من قبلا اینجا بودم 10 بار چند بار این هایک رو انجام دادم بنابر سفرهای متعددی که اینجا داشتیم. واقعا پوشش جانوری جذابی داره اینجا. یکی از چالش‌هایی که توی اکثر سفرها دارم اینه که به هر حال تیم حرکت میکنه و اونا برنامه خودشونو دارن، ولی در این حال من باید هم برای گوشی هم دوربین و هم درون فیلم برداری بکنم و چالش اینجاست که وقتی که اونا حرکت میکنن منتظر من نمیمونن و به همین خاطر من بعد از این کار فیلم برداریم تموم شد باید به سرعت تایم از دست داده رو باید جبران بکنم و اینجاست که اون تجربه‌ای که توی کوهستان داشتم و توی تصویر برداری طبیعت خیلی به کمکم میاد. توی این ویو کاملا مشخصه که فرمیشن دره چه شکلیه و اینکه این هایک می‌بینید دره تو همین امتداد ادامه داره و یک پیچ دیگه داره و اونجا ویو پوینتیه که ویو پوینت جبل شمسه که حالا بعدا یه ویدیو هم از اونجا میگیرم. هایک از اینجا از زیر این سایه امتداد داره، همینجوری میره تا انتها و طولش هم اگر اشتباه نکنم 5 کیلومتره. اکثرا هم آخر هفته توی مسیر هستن، توریست‌ها از جاهای مختلف میان. خب بعد از یه پیمایش خیلی سریع رسیدم به تیم و الان میتونم یه ذره استراحت بکنم. این دره اسمش دره وادی نخر هست، یک روستایی ته اون دره هست که به همین اسمه. اینجا ویوی انتهایی مسیره و توی اون قسمت یه دونه روستای رها شده هستش که بهش میگن Abandoned Village و این یه تاقچه بزرگه که از اون قسمت تا پایین حدود 400 متره و توی فصل بهار که اینجا بارندگی میشه از اونجا یک آبشار میاد تا اینجا و از اینجا یک آبشار تا پایین و یک منظره خارق‌العاده رو به وجود میاره. تو این 3 سالی که اینجا بودم یک بار قسمت شده که این آبشار رو ببینم. یک آبشار موقتیه که فقط چند ساعت دووم میاره و کل آبهایی که از جاهای مختلف میان و از اینجا ریخته میشه پایین و خیلی صحنه حماسیه.